محمد اقبال فرزند این وطنه، با کی جنگ مینه؟ با خاله و تاغایی و بی خودش. همه ما فرزند یه آدم، ما یگان مرده که غیر دین نیستیم، مسلمانم داریم. این جنگ نیست، این برادر کشیه. یک بار کردیم همین واقعا را دیگه نمیخوام خون یا بگناه ریخته شوه. همه فکر دارم هم کسای دمجه هستن وطنش و دوست میدارن. محوی بی سوادیه، همین دوست داری وطن گوشه ایمانه. همین انسان وطنش دوست میداره، خونه و کاشانش دوست میداره. چون بلبل هر کجا باشه چمنش دوست میداره. همین غریبا در جایی که باشن وطنش و دوست میدارن. دیگه در گمراهی نمیفهمن شاید. چون آدم وقتی کور شوه و نبینه زمینه دیگه نمیفهمه که در کجا راه میگردن.